سلام دوستای گول F0 چطورید؟ حالتون خوبه؟ خوشید؟ سلامتید؟ اومدم با یه آموزش خیلی خفن. حالا تو ادامه میبینیم آموزش خفنمون چیه. ببینیم من خودم مثل 103 رو 103 فقط با 106 میلیون خریدم که همین توی بازار، هم بازار، من منظورم فروشگاه 1 میلیارد 2 میلیارد. خب حالا من میخوام با یه آموزش بدم که شما با 106 میلیون بخرید. توی ادامه متوجه میشیم. در میایم از این قسمت میریم توی این قسمت، بعد میایم تو قسمت سرچ، لیونل مسی سرچ میکنیم. اوکی، میاد اینجا. حالا اگه پولتون زیاد بود میتونید 105 و 107 شو بگید. من خودم مسی 99 انتخاب کردم. کلیک میکنیم میاد 101 یا 137 میلیون 104 بشو بخرید. خب با قیمت خیلی پایینی هم میتونید بخرید. مثلا میبینید همین 104 که اینجا میده 137 میلیون، اینجا میده 1 میلیارد و 40. خب این آموزش رو دادم بهتون، درست استفاده کنید دیگه بازیکناتون رو نفروشید. این آموزش دادم چون دیگه بازیکناتون رو نفروشید، به خاطر بازیکناتون هدر ندین و با پول 100 یا 2 یا 3 همینجوری ولی بالاتر ارزون بخرید. مثلا میان مثل 107، مثلا شما 3 میلیارد داری میخواین بالاترش رو بخرید، میان توی این قسمت کار نداریم. مثلا میزنید روی این 112 3 میلیارد میشه چونت. این آموزشتون بهتون دادم تا دیگه بازیکناتون رو نفروشید. حالا اگه پول نداشتید میتونید بفروشید، من نمیگم نفروشید، ولی اگه پول داشتید نفروشید، بیاین با قیمت خیلی پایینی بخرید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. چنل رو حتما ساب کنید، ویدیو رو لایک